توی این ویدیو میخوام دو تا ربات تلگرامی رو بهت معرفی کنم که ساده ولی معتبرن. اولیش ربات تونتونه. تونتون مال پلتفرم اینتراکتی که قدیمی‌ها این موزه قطعا اسم پلتفرم اینتراکت رو شنیدن یا توی این پلتفرم فعالیت داشتن. شما میتونی با اتصال اکانت تلگرام خودتون به این پلتفرم و فعالیت توی ربات تلگرامیش و انجام دادن یه سری از تاسکات توی این پلتفرم پوینت دریافت کنید. ربات بعدی ربات تاداست. تادا در واقع یه مینی اپه که داره توی حوزه تاکسی‌های اینترنتی فعلا توی سنگاپور داره فعالیت میکنه. میشه گفت اولین تاکسی بلاکچین هم هست. تادا با تون و صرافی بیتگیت هم یه همکاریایی داشته که میتونه از این جهت خیلی اهمیت داشته باشه و اعتبار خودش رو بالاتر ببره. توی این ویدیو قراره این دو تا ربات تلگرامی ساده ولی معتبر رو بهتون کامل آموزش بدیم. پس لایک و کامنت فراموش نشه. بیا ادامه ویدیو با من همراه باش. روی لینکی که واسهتون قرار دادم کلیک کنید، وارد ربات تونتون بشید. این ربات واسه یه پلتفرم اینتراکته. اینتراکت هم شبیه بقیه پلتفرم‌های مثل پلتفرم گلکسی، لایرتری و بقیه پلتفرم‌های مشابه است. اگه شما توی پلتفرم اینتراکت اکانت دارید، بیاید با همون تلگرامی که توی اینتراکت اکانت دارید این ربات رو استارتش کنید. اگر هم اکانت ندارید، برید داخل پلتفرم اینتراکت یه اکانت بسازید. زمانی که کارهای لازم رو انجام دادید، وارد رباتش که شدید، توی قسمت گوشه بالا نوشته ساین این، روش کلیک میکنم. شما میتونید با توییتر، دیسکورد یا تلگرامی که توی سایت اینتراکت متصل کردید و اکانت ساختید، اینجا لاگین کنید و به همین راحتی اکانت اینتراکت من اضافه میشه. توی گوشه بالا روی پروفایلم کلیک میکنم. اینجا شما مقدار تونتون ها، جم ها و مقدار ایکس پی هایی که داخل پلتفرم اینتراکت جمع کردید رو میتونید مشاهده کنید. گزینه بعدیش لیدربورد، روش کلیک میکنم. اینجا شما میتونید برترین بازیکن‌ها رو بر اساس تونتون ها یا ایکس پی هایی که جمع کردن به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه مشاهده کنید. گزینه بعدیش رفر اند ارن، روش کلیک میکنم. اینجا شما میتونید با ارسال لینک رفرال خودتون به دوستانتون مقداری پوینت دریافت کنید. گزینه بعدی سینک اکانت، روش کلیک میکنم. اینجا به شما میگه که از اکانتتون خارج بشید و بعداً برای لاگین کردن با دیسکورد یا توییترتون لاگین کنید و اونا رو به این اکانت خودتون متصل کنید و سینکش کنید. گزینه بعدیش باید کیف پول خودتون رو بهش متصل کنید. روی کانکت تون والت کلیک میکنم. کیف پولتون کیپر خودم رو انتخاب میکنم و به این ربات متصلش میکنم. خب به همین راحتی کیف پول خودم رو متصل کردم. شما زمانی که روی صفحه هم کلیک کنید میتونید پوینت های خودتون رو جمع کنید. دیگه فکر نکنم نیاز به توضیح خاصی باشه این بخش. کنار پروفایل ما یه عکس زنگوله است. اونجا پیام هایی که واسه اکانت شما میاد رو میتونید تو این بخش ببینید. گزینه بعدیش که شبیه شعله آتیشه، دیلی چک شماست. شما به صورت روزانه به این بخش سر میزنید و پاداش روزانه و ایکس پی روزانه خودتون رو دریافت میکنید. توی قسمت بالا روی آرم اینتراکت کلیک میکنم. توی این بخش شما میتونید کوستا و تاسک‌های مختلف از پروژه‌های مختلف رو ببینید. شما نیازی نیست بیاید همه این تاسک‌ها رو انجام بدید. فقط کافیه داخل کانال تلگرام ما باشید. تمام تاسک‌ها و کوستایی که مربوط به این پلتفرم باشه و مورد نیازتون باشه رو قرار میدیم. توی گزینه پایین وارد بخش کوست میشم. خب این بخش کوست رو که همین الان واسه شما کامل توضیح دادم. وارد بخش ریوارد میشم. این بخشم که کامل بهتون توضیح دادم. این بخش رفرالشه که شما میتونید با دعوت از دوستان خودتون پوینت دریافت کنید و بخش بعدیش هم بخش لیدربوردشه که شما میتونید برترین بازیکن‌ها رو بر اساس تونتون ها و ایکس پی هایی که جمع کردن به صورت دیلی، هفتگی، ماهانه مشاهده کنید. خب این ربات خیلی ساده است، چیز خاص دیگه‌ای نداره. روی لینک دومی که واسهتون قرار دادم کلیک کنید، وارد ربات تادا بشید. همونجوری که بهتون توضیح دادم، تادا یه مینی اپه که برای تاکسی‌های اینترنتی ساخته شده که جدیداً هم داره خیلی خوب عمل میکنه و پارتنرهای خیلی خوبی هم گرفته. توی این بخش رفرال شما میتونید با دعوت از دوستان خودتون پوینت بیشتری دریافت کنید. توی قسمت پایین روی گزینه مشن کلیک میکنم. اینجا یه سری مأموریت و یه سری تاسک قرار داده که شما میتونید با انجام دادن اونها پوینت دریافت کنید. یه دونه دیلی چک هم داره که شما میتونید هر روز بیاد به این ربات سر بزنید و پاداش روزانه خودتون رو دریافت کنید. توی بخش لیدربورد شما میتونید برترین اکانت های تلگرام رو بر اساس پوینت هایی که جمع کردن ببینید. خب همونجوری که گفتم تادا داره خدمات تاکسی‌های اینترنتی رو ارائه میده. یعنی یک شرکت تاکسی اینترنتیه. هنوز وارد ایران نشده، پس قاعدتا نمیشه داخل ایران از خدماتش استفاده کرد. زمانی هم که وارد ایران بشم، چون تلگرام فیلتره، بازم نمیشه از خدماتش استفاده کرد، چون ما فیلتر شکن استفاده میکنیم و کلا آی پی رو جای دیگه نشون میده. جدا از بحث اینا کلا اصلا تلگرام فیلتره، پس بازم نمیشه از خدماتش داخل ایران استفاده کرد. اما داخل کشورهایی که تادا داره فعالیت میکنه میشه این خدمات رو ازشون گرفت. حالا چه جوری؟ روی
گو تو تادا بوکینگ کلیک میکنم. موقعیت مکانی خودتون رو روشن کنید. زمانی که شما موقعیت مکانی خودتون رو روشن کنید این صفحه واسه شما نمایش داده میشه. قاعدتا مبدا شما رو همون جایی که ایستادید و موقعیت مکانی داره نشون میده قرار داده میشه و مقصد خودتون هم میتونید خودتون تعیین کنید. منم فقط تا همینجا میتونستم توضیح بدم و بیشتر از اون دیگه خدماتش ارائه نمیشه. خب این ربات هم دیگه چیز خاص دیگه ای نداره. رباتایی که امروز بهتون آموزش دادم یعنی ربات تونتون و ربات تادا تسک‌های روزانه دارن. یعنی شما باید روزانه به این ربات‌ها سر بزنید و پاداش روزانه خودتون رو دریافت کنید. خب نحوه فعالیت رو این ربات‌های تلگرامی هم با هم دیگه آموزش دیدیم. ما سعی می‌کنیم ربات‌هایی رو بهتون آموزش بدیم و پروژه‌هایی رو بهتون معرفی کنیم که پشتوانه و سرمایه‌گذارهای خیلی خوبی رو داشته باشن. و سعی کنید تا جایی که میتونید همه رو انجام بدید و روشون فعال باشید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید، ما رو حمایت کردید. اگه سوال، انتقاد، پیشنهاد دارید خوشحال میشیم توی کامنت از ما بپرسید. برای ساخت ویدیوهای بیشتر با لایک و کامنت قشنگتون بهمون انرژی بدید. کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی بدرود.